فصل اول، حکم روزه و شرطهای آن. اولا حکم روزه و حکم ترک کننده آن. سوال: حکم روزه داشتن ماه رمضان چیست؟ جواب: الحمدلله، روزه ماه رمضان فرض است و دلیل آن کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجماع مسلمانان می باشد. اما کتاب الله، قول الله سبحانه و تعالی می فرماید: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض گردانده شد، همانطوری که بر کسانی که پیش از شما بودن بر آنها نیز فرض گردانده شد، تا که از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. و نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس. اسلام بر 5 چیز بنا شده است: شهادت ان لا اله الا الله، شهادت دادن بر اینکه معبودی بر حق جز الله نیست، و ان محمدا رسول الله، و اینکه محمد رسول الله است، و اقام الصلاة، و برپای داشتن نماز، و ایتاء الزکات، و دادن زکات، و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه رمضان، و حج البیت، و حج بیت الله الحرام، و حج کردن خانه الله. روایت بخاری و مسلم است. و نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا رأیتموه فصوموا، هنگامی که آن را یعنی ماه را، هلال را دیدید، روزه بدارید. روایت بخاری و مسلم. مسلمانان بر فرض بودن روزه ماه رمضان و بر آنکه آن یکی از رکنهای اسلام است اتفاق کردند. پس هر کسی که فرض بودن آن را انکار کند کافر می شود، مگر آن کسی که در بادیه های دوردست زندگی می نماید، از مسلمانان دوردست، یا اینکه کسانی که تازه مسلمان هستند. چون این شخص بر او اولا حجت بیان کرده می شود. اگر بعد از بیان حجت قائم شدن بر او باز هم انکار کند، این حالت کافر مرتد می گردد. اما کسی که فرض بودن روزه را اعتراف میکند ولی آن را بی‌پروایی و از روی تنبلی ترک میکند، او بدروسه که گناه بزرگ را صادر کرده است، در گناه بزرگ خود را مرتکب کرده است و بر گناه بزرگ خود را مرتکب کرده است. بعضی از اهل علم او را کافر و مرتد میشمارند، ولی نظری صحیح و درست و مستحکم این است که او مرتد حسابیده نمی شود، بلکه فاسق و گناهکار است که در خطر بزرگ قرار دارد. شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوا و رسائل، مجلد 19، صفحه 89 و 90.